دونالد ترامپ تلاش میکنه جلوی رأی دادن شهروندان آمریکایی را بگیرد، چون میداند برنامه‌هایش محبوبیتی ندارد و جمهوری خواهان با کارهایی که او انجام میده نمیتونن پیروز شن. برای همین میخواد انتخابات رو دستکاری کند و رأی دهندگان خودش رو انتخاب کند و این دقیقاً همون چیزی است که قانون سیف دربارش است. اجازه ندهید ترامپ و جمهوری خواهان کنگره شما رو فریب بدن. آنها چیزایی مثل این میگن: هی باید کارت شناسایی نشون بدی. برای رأی دادن باید کارت شناسایی نشون بدی، درست مثل وقتی که میخوای یه آبجو بخری. اما این یک لایحه شناسایی رأی دهنده معمولی نیست. این لایحه‌ای نیست که بگوید همه باید یا گواهینامه رانندگی یا کارت دانشجویی برای رأی دادن نشان بدن. این راهی است برای اینکه شهروندان آمریکایی نتونن رأی بدن و فقط یک مثال در این مورد براتون میزنم. پس وقتی ترامپ و جمهوری خواهان سعی میکنن تئوری توطئه پخش کنن و درباره قانون سیف دروغ بگویند، مهم است که هر کدام از ما حواسمون باشد واقعاً دولت ترامپ داره چه کار میکنه. و این همون کاری است که دولت ترامپ واقعاً انجام میده. بعد از اینکه قول داد دیگه جنگی نباشه، دونالد ترامپ آمریکا رو وارد یک جنگ غیرقانونی و بی‌پروا با ایران کرده. این دروغ شماره 1 است. تا همین حالا دست کم 200 نفر از نیروهای نظامی آمریکایی آسیب دیدن. 13 نفر از نیروهای نظامی جان خود را از دست دادن. جان آمریکایی‌ها از دست رفته است و خانواده‌های عزادار شدند چون دونالد ترامپ ما را بر اساس دروغ وارد جنگ کرد. جنگی که بدون هیچ تهدید فوری علیه کشورمون و بدون هیچ پایانی در افق آغاز شد. حالا وقتی برای ریاست جمهوری نامزد شد، ترامپ قول داد که جنگی نخواهد بود. در واقع اون مدام میگفت که نقل قول رئیس جمهور صلح خواهد بود. او دروغ گفت. آمریکا دست کم روزی 1 میلیارد دلار برای جنگ با ایران خرج میکنه. اگر پولی را که برای جنگ با ایران خرج میکنیم صرف مراقبت‌های درمانی کنیم، میتونیم هزینه ها رو برای میلیون ها آمریکایی کاهش دهیم. فقط همین هفته وزیر انرژی خود ترامپ علنا گفت نقل قول ما کاملا آگاه بودیم که باعث افزایش کمی در قیمت‌ها برای آمریکایی‌ها خواهیم شد. به این فکر کنید. ترامپ و مقامات ارشدش میدونستن که این جنگ هزینه‌ها رو برای آمریکایی‌ها بالا میبرد، اما با این حال این کارو کردن. فقط در 6 روز اول جنگ دولت ترامپ حدود 11.5 میلیارد دلار خرج کرد. این فقط در 6 روز بود. ما همچنین فقط در همان چند روز اول 3 هواپیمای اف-منهای 15 رو از دست دادیم. اینم برای ما 300 میلیون دلار دیگه هزینه خواهد داشت. و برآوردها میگویند که دولت ترامپ هر روز حدود 1 میلیارد دلار از پول مالیات دهندگان رو صرف جنگ در ایران کرده است. برخی برآوردها حتی عددی نزدیک به 2 میلیارد دلار در روز رو نشون میدن. یعنی بیش از 23,000 دلار در هر ثانیه. چیزی حدود 11.5 میلیون دلار از زمانی که این سخنرانی رو شروع کردم. پس بیایید به جنگ طلبی ترامپ با اعداد و ارقام نگاه کنیم. 11.3 میلیارد دلار هزینه تخمینی 6 روز اول جنگ ترامپ. 5.6 میلیارد دلار هزینه مهماتیه که پنتاگون در 2 روز اول جنگ مصرف کرده است. 300 میلیون دلار هزینه جایگزینی 3 فروند اف-منهای 15 که در هفته اول جنگ بر اثر آتش خودی از دست رفتن. 50 میلیارد دلار. چقدر؟ دولت ترامپ میگوید میخواد به بودجه دفاعی که همین حالا هم به شدت باد کرده اضافه کند تا هزینه جنگی رو بدهد که هیچ وقت توسط کنگره مجوز نگرفته است. 1 تریلیون دلار. بودجه پنتاگون در سال جاری 1.5 تریلیون دلار. مبلغ کلی که گفته میشه ترامپ برای بودجه پنتاگون در سال آینده درخواست کرده است. یعنی جمهوری خواهان در کنگره میخوان بودجه پنتاگون رو 500 میلیارد دلار افزایش دن. حالا برای اینکه این اعداد رو در یک زمینه قرار بدیم، دولت ترامپ فقط در 30 روز اول جنگ 30 میلیارد دلار خرج خواهد کرد. این
دقیقاً همون مقداری است که میتونستیم استفاده کنیم. برای اینکه هزینه‌های میلیون ها نفر رو برای 1 سال کامل کاهش بدیم، افرادی که به خاطر کاهش‌های ترامپ در حوزه سلامت بیمه‌شون رو از دست دادن یا حق بیمه‌شون بالا رفت. پس به جای اینکه با ایران وارد جنگ شویم، میتونستیم هزینه‌های درمان رو پایین بیاریم و واقعاً جان آدم‌ها رو اینجا در کشور خودمون نجات بدیم. یه مثال دیگه هم هست. 12 میلیارد دلار، عددی که ما قبلا ازش عبور کردیم. 12 میلیارد دلار همون مقداریه که برای بازگرداندن اعتبار مالیاتی فرزند افزایش یافته برای 1 سال لازمه. پس در کمتر از 2 هفته از جنگ دونالد ترامپ همون مقدار پولی خرج شد که میتونست میلیون ها کودک رو از فقر بیرون بیاره. با همین مقدار پول آمریکا فقط در 1 روز از جنگ بی‌پروای ترامپ با ایران داره این پول رو میسوزونه. ما میتونستیم برای تقریباً 500,000 آمریکایی کمک هزینه غذایی 1 سال کامل فراهم کنیم. یا پوشش مدیکید برای 300,000 کودک. یک کار دیگه هم بود که میشد با اون 12 میلیارد دلاری که دولت ترامپ برای جنگ با ایران خرج کرد انجام داد. میتونستیم برای حدود 1 میلیون آمریکایی کمک هزینه مسکن فراهم کنیم. میتونستیم هزینه داروهای نسخه‌ای رو کاهش بدیم. برای 10 میلیون نفر میتونستیم حقوق کل کارکنان خدمات پارک‌های ملی رو برای بیش از 3 سال پرداخت کنیم. ما میتونستیم به یک ممیز 6 میلیون دانشجو کمک هزینه پول بدیم تا بتونن به دانشگاه برن. میتونستیم حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی برای کهنه سربازانی که در جنگ زخمی شدن رو تأمین کنیم و بازم پول زیادی باقی میموند. میتونستیم به پرداخت حقوق بیش از 100,000 معلم و پرستار کمک کنیم، تو شغلی که بسیار حیاتی هستن و با کمبود نیرو مواجهند. میتونستیم برنامه دایرکت فایل رو تأمین مالی کنیم، برنامه‌ای که به آمریکایی‌ها اجازه میده مالیاتشون رو به صورت آنلاین و رایگان ثبت کنن. ما میتونستیم این برنامه رو برای 20 سال کامل تأمین مالی کنیم. ما میتونستیم تقریباً 3 سال کامل کمک‌های بشردوستانه به کشورهای مختلف جهان ارائه دهیم. این مقدار پول واقعاً عظیم است. و میخوام درباره یه موضوع دیگه هم صحبت کنم که میتونستیم پول مالیات دهندگان رو به جای آن خرج کنیم. جنگ بی‌پروای ترامپ در ایران، در حالی که میتونستیم هزینه نگهداری از کودکان رو برای خانواده ها مغروم به صرفه تر کنیم. موضوع این است که مردم همیشه درباره مراقبت از کودک اشتباه فکر کردند. هزینه‌های مراقبت از کودک به طرز دردناکی بالاست. در حال حاضر خانواده‌ها مجبورن بین خرج کردن بیش از حد بودجهشون، کاهش ساعات کاری یا راضی شدن به مراقبت با کیفیت پایین‌تر یکی رو انتخاب کنن. فقط برای اینکه مطمئن شن فرزندانشون جای امنی دارن. در زمانی که والدین مشغول کار هستن. در 49 ایالت از 50 ایالت خانواده‌ها برای مراقبت از 2 فرزندشون بیشتر از اجاره خونه پول پرداخت میکنن. و دلیل اینکه هزینه‌ها اینقدر بالاست این است که در حال حاضر مردم مراقبت از کودک رو یک امتیاز یا یک خدمت قابل خرید و فروش می‌دانند. این اشتباهه. ما باید مراقبت همگانی از کودک رو به عنوان زیرساخت عمومی پایه در نظر بگیریم. باید همونطور که به جاده‌ها و بزرگراه‌ها فکر کنیم به این موضوع هم فکر کنیم. چرا؟ چون برای اینکه این کشور کار کنه باید از بچه‌هامون مراقبت کنیم. و وقتی والدین مراقبت از کودک نداشته باشن نمیتونن سر کار برن. سرمایه گذاری در مراقبت همگانی از کودک هم برای رشد بچه‌های ما خوب است و هم برای اقتصادمون مفیده. ما به همان اندازه که به مدارس برای آموزش نیروی کار نیاز داریم، به مراقبت مغروم به صرفه از کودک هم نیاز داریم. و پولایی که کالاها رو به بازار وصل میکنن. این یک زیرساخت پایه است تا این کشور بتونه کار کنه. این همون زیرساختی است که برای پیشرفت با آن نیاز داریم. و تا به حال کشور ما اصلا اینطور به مراقبت از کودک نگاه نکرده است. همین دلیل است که باید برای مراقبت از کودک برای هر خانواده سرمایه گذاری کنیم. میدونید این فقط قانون ساده عرضه و تقاضاست. خیلی از خانواده ها به مراقبت از کودک نیاز دارن، اما تعداد کسانی که این کارو انجام میدن خیلی کمتره. کارکنان مراقبت از کودک معمولا وقتی میخوایم نیروی کار بیشتری رو به یه حوزه جذب کنیم فقط حقوقشون رو بیشتر میکنیم.
اما قیمت مراقبت از کودک همین حالا هم سر به فلک کشیده و خانواده ها واقعا توان پرداختش رو ندارن. پس تکلیف ما چی میشه؟ اینجا یه شکاف بزرگ وجود داره که دولت فدرال باید اون رو پر کنه. تصور کنید اگر دولت فدرال در جاده ها و پل‌ها سرمایه گذاری نمی کرد، اصلا چنین چیزایی رو نداشتیم. این دقیقاً همون چیزیه که در مورد مراقبت از کودک داره اتفاق میفته و به همین دلیله که باید در مراقبت همگانی از کودک سرمایه گذاری کنیم و دستمزد کارکنان این حوزه رو افزایش بدیم. حداقل باید به اندازه معلمای مدارس دولتی محلی حقوق بگیرن. در ثروتمندترین کشور دنیا دسترسی آسان به مراقبت از کودک با کیفیت و مقرون به صرفه و آموزش اوایل کودکی نباید فقط مخصوص ثروتمندان باشه. این باید یک حق باشه. اما به جای اینکه درباره کاهش هزینه‌های مراقبت از کودک صحبت کنه، دونالد ترامپ با این کارش به هر پدر و مادری که با این هزینه‌ها دست و پنجه نرم میکنه، ضربه محکمی وارد میکنه. دونالد ترامپ هر هفته میلیاردها دلار خرج بمباران ایران میکنه بدون اینکه بتونه دلیلش رو توضیح بده، اما حتی یک سکه هم برای کمک به میلیون ها نفری که برای پرداخت هزینه‌های درمان، مواد غذایی یا مراقبت از کودک مشکل دارن پیدا نمیکنه. اما این فقط یه ضربه نیست، بلکه ضربه دوم هم هست. دولت ترامپ مقدار زیادی پول صرف جنگ میکنه و این جنگ باعث افزایش هزینه‌ها برای آمریکایی‌ها هم شده است. نگاهی بندازید به قیمت بنزین در ماه گذشته. ماهاست که دونالد ترامپ میگوید قیمت بنزین در حال پایین آمدن است. با صدای بلند و با افتخار این حرف رو میزنه. در حال حاضر متوسط قیمت بنزین بیش از 3.70 دلار برای هر گالون است. یعنی بیش از 80 سنت بیشتر از فقط یه ماه پیش. وقتی دونالد ترامپ این جنگ رو شروع کرد، این یعنی بیش از 25% افزایش قیمت بنزین فقط در یک ماه که دونالد ترامپ آن را بهای بسیار کمی توصیف کرد. وای، این حرف واقعا شبیه حرف 1 میلیاردره. ما چنین جهش قیمتی در بنزین و از زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد ندیده بودیم. و حالا جنگ دونالد ترامپ تنگه هرمز رو خفه کرده است. جایی که حدود 1/5 نفت و گاز طبیعی جهان از اون عبور میکنه. و در حال حاضر همه چیز اونجا گیر کرده است. خب این یعنی چی؟ جنگ ترامپ با ایران یعنی قیمت بنزین برای خانواده‌های آمریکایی اینجا در خونه سر به فلک کشیده. و واکنش دونالد ترامپ اگر بالا بره بالا میره. یعنی به عبارت دیگر اصلا براش مهم نیست. یکی دیگر هم ببینید. قیمت مواد غذایی. حدود 1/3 کود شیمیایی جهان از همین تنگه هرمز عبور میکنه. و قیمت‌ها فقط چند روز بعد از شروع این جنگ توسط ترامپ 30% افزایش پیدا کرد. یا آمریکایی، حتی یک کشاورز آمریکایی گفته که تامین کنندگان کود به او هشدار دادن که اصلا نمیتونن کود تهیه کنن. فقط این نیست که قیمتش بالا رفته، واقعا اصلا در دسترس نیست. از همه این کودا که نمیتونن از تنگ هرمز عبور کنن به دست کشاورزان ما در آمریکا هم نمیرسن. و کشاورزان میگن بدون این کودا امسال نمیتونن به اندازه کافی غذا بکارن. و این یعنی چی؟ یعنی قیمت مواد غذایی بالا خواهد رفت. پس این فقط بنزین نیست، مواد غذایی هم هست. اما قیمت لباس، تکنولوژی، اصلا هر چیزی که با کامیون هایی که با بنزین و گازوئیل کار میکنن جابجا میشود، قیمتش بالا خواهد رفت. قیمت گازوئیل همین حالا بیش از 25% افزایش یافته و هزینه حمل کالاها از جمله بسته‌های آمازون و مواد غذایی در سراسر کشور رو بالا برده است. و قیمت سوخت جت از زمانی که ترامپ جنگ رو شروع کرد 58% افزایش یافته است. شرکت‌های هواپیمایی این هزینه‌ها رو به مصرف کنندگان منتقل می‌کنن و قیمت بلیط‌ها رو حتی بیشتر افزایش میدن. جنگ دونالد ترامپ با ایران داره به یک جنگ بی‌پایان دیگر تبدیل میشه. این جنگ میلیاردها دلار از پول مالیات دهندگان رو میسوزونه و زندگی رو برای آمریکایی‌ها در داخل کشور حتی گرونتر میکنه. این جنگی است که مردم آمریکا نه آن را میخواهند و نه خواستن، اما این آنها هستند که هزینه‌اش را میپردازند.
و دولت ترامپ در این باره چه حرفی برای گفتن داره؟ خب به حرفای مشاور ارشد اقتصادی ترامپ گوش کنید. او گفت نقل قول اگر این جنگ ادامه پیدا کنه واقعا اقتصاد آمریکا را چندان مختل نخواهد کرد. تقریبا اصلا این موضوع به مصرف کنندگان آسیب میزنه و باید فکر کنیم که میخوایم در این باره چه کار کنیم. اما این واقعا آخرین نگرانی ما در حال حاضر است. مصرف کنندگان آخرین نگرانی ما. قیمت‌های بالاتر برای خانواده شما طبق گفته دولت ترامپ آخرین نگرانی ماست. ببینید لازم نیست تعجب کنید که چرا قیمت‌ها بالا میره. دولت ترامپ همون حرفی رو که نباید بزند علنا گفته است. هزینه‌های بالاتری که خانواده‌های آمریکایی میپردازن آخرین نگرانی دولت ترامپ است و حتی زحمت فکر کردن به کاهش هزینه‌ها برای مردم آمریکا را هم به خودشون نمیدن. دروغ شماره 2 و البته 3، 4، 5 و 6. دونالد ترامپ، پیت هگست و دیگر مقامات ارشد ترامپ اصلا نمیتونن حرفشون رو یکی کنن. آنها هیچ برنامه روشنی ندارن و هفته هاست که نتونستن به مردم آمریکا بگوین اهداف این جنگ چیست و این جنگ چه زمانی به پایان میرسه. اول ترامپ گفت این جنگ 4 تا 5 هفته دیگه تمام میشه. خب این حرف رو 3 هفته پیش زد. از اون موقع تا حالا ترامپ همه این حرفا رو زده است. جنگو برده. آمریکا هنوز باید کار رو تمام کنه. عملیات ممکن است به زودی تمام شود. شاید ارتش مجبور شود بیشتر پیش برود. هر ساعت توجیه دولت ترامپ برای این جنگ کاملا متفاوت به نظر می رسد. در 2 مارس پیت هگس گفت هدف این بود که خداحافظی کنیم. یک جنگ 47 ساله. همون روز هگس گفت دلیلش این بود که ایران حاضر نشد مذاکره کند. و در اظهار نظر دیگر در همان روز مارکو روبیو وزیر امور خارجه گفت این اقدام پاسخی به برنامه اسرائیل برای حمله بود. و بعد بله در همان روز دونالد ترامپ گفت این موضوع هیچ ربطی به برنامه اسرائیل برای حمله نداشت. دونالد ترامپ گفت نقل قول اگر هم چیزی باشد شاید من اسرائیل رو مجبور به اقدام کردم. روبیو سپس گفت ایران نقل قول تا 1 سال دیگر اینقدر موشک کوتاه‌برد خواهد داشت. این دلیل آغاز جنگه. 2 روز بعد ترامپ میگه دلیل اینکه آمریکا به ایران حمله کرد این بود که او نقل قول حس خوبی داشت که ایران به منافع و نیروهای آمریکایی در منطقه حمله خواهد کرد. دارایی و پرسنل ما در منطقه. ببینید یکی پس از دیگری داستانهای مختلفی مطرح می شود و هیچ کدوم با هم جور در نمیان. چطور مردم آمریکا میتونن به این دولت اعتماد کنن وقتی خود دولت حتی نمیتونه روایت خودش رو هماهنگ نگه دارد؟ و دولت ترامپ به وضوح هیچ برنامه‌ای برای اینکه این جنگ چگونه به پایان برسد ندارد. در همون روز اول جنگ ترامپ این حملات و نقل قول عملیات رزمی عمده در ایران نامید. 1 هفته بعد ترامپ آن را نقل قول یک ماجراجویی کوتاه مدت خواند که نقل قول داشت خیلی زود به پایان می رسید. هدف چیست؟ دولت هیچ ایده‌ای ندارد. در روز اول جنگ ترامپ به مردم آمریکا گفت که مجبور بوده به ایران حمله کند چون ایران بر اساس توانایی هسته‌ایش تهدید قریب الوقوع بوده است. اما یادتان باشد ژوئن گذشته ترامپ به ایران حمله هوایی کرد و ادعا کرد که تأسیسات کلیدی غنیسازی هسته‌ای ایران نقل قول کاملا و به طور کامل نابود شدند. هر دوی ادعاها نمیتونن همزمان درست باشن. و اینو درک کنید. اگر ترامپ باور دارد که جاه طلبی‌های هسته‌ای ایران یک تهدید است، پس او فرصت داشت که جلوی آن را بگیرد. در واقع ایالات متحده توافقی داشت که میتونست مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود. آن توافق هسته‌ای رئیس جمهور اوباما با ایران بود و ترامپ آن توافق رو پاره کرد و بهترین بخشش این است که هیچ چیز در عوض نگرفت. پس به جای انجام کار سخت دیپلماسی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، ترامپ به مردم آمریکا دروغ میگه.
در حالی که ما رو وارد یک جنگ بی‌پروا و دیگر میکنه که جان آمریکایی‌ها رو میگیره. باور کنید یا نه، دونالد ترامپ و پیت هگسس حتی درباره اینکه آیا این جنگ تموم شده یا نه نظرات متناقضی دادن. در 8 مارس هگسس گفت، نقل قول، این تازه آغاز کار است. روز بعد 9 مارس ترامپ گفت جنگ، نقل قول، تقریباً کاملاً تمام شده است. اما او همچنین گفت، نقل قول، میتونید هر دو رو بگویید، هم کاملاً تمام شده و هم تازه شروع شده. ترامپ همچنین گفت، نقل قول، ما به اندازه کافی پیروز نشده ایم و اینکه ما، نقل قول، جلوتر خواهیم رفت. اما فقط چند روز بعد او گفت، نقل قول، ما در همون ساعت اول پیروز شدیم. تمام شده بود. و بعد او گفت، نقل قول، ما نمیخوایم زودتر بریم، نه؟ باید کار رو تمام کنیم. بعد هفته گذشته ترامپ گفت داریم حملات و افزایش میدیم. این جنگ چقدر طول خواهد کشید؟ خب، یک روز بعد از جنگ ترامپ گفت، نقل قول، 4 تا 5 هفته. همون روز هگسس گفت، نقل قول، بیشتر یا کمتر از 2، 4 یا 6 هفته. و بعد اضافه کرد، نقل قول، ممکن است جلو بیفتد، ممکن است عقب بیفتد. بعد هگسس گفت، نقل قول، تا هر جا که لازم باشد برای پیشبرد منافع آمریکا پیش میریم. در 10 مارس هگسس گفت تصمیم با ترامپ است. او گفت، نقل قول، اراده ما بی پایان است. در نهایت رئیس جمهور است که وضعیت نهایی این اهداف رو تعیین میکنه. در 11 مارس ترامپ گفت جنگ با ایران، نقل قول، به زودی تمام خواهد شد. ببینید، این یک بازی نیست. این دولت داره جوانان آمریکایی رو برای مردن به خارج از کشور میفرسته. و این یعنی رهبران دولت ما باید با جدیت مرگ و زندگی با این درگیری برخورد کنند. در عوض حتی آنقدر شرافت ندارن که با مردم آمریکا صادق باشن. یکی دیگه از دروغای دولت ترامپ درباره حمله وحشتناک آمریکا بود. حمله نظامی به یه مدرسه ابتدایی در روزهای ابتدایی جنگ. هفته گذشته یه تحقیق مقدماتی توسط وزارت دفاع تایید کرد که به احتمال زیاد خود ارتش ما مدرسه دخترانه رو در ایران بمباران کرده است. این یکی از ویران کننده ترین اشتباهات نظامی در دهه‌های اخیر است. 175 نفر کشته شدند. بیشترها کودک بودند. حالا قبل از انجام تحقیقات ترامپ بارها گفت که این حمله کار ایران بوده است. اما حتی بعد از تحقیقات هم ترامپ به دروغ گفتن به مردم آمریکا ادامه داد. او گفت، نقل قول، از این تحقیق خبر نداشته است. تحقیقی که توسط خود ارتش او درباره یکی از وحشتناکترین اشتباهات نظامی در تاریخ معاصر انجام شده است. و یادتان باشد پیت هگس دفتر مسئول جلوگیری از آسیب به غیر نظامیان را نابود کرد. چطور میدانم؟ خود من اولین کسی بودم که برای تأسیس اون دفتر پیش قدم شدم. هگس همچنین در حال پاکسازی کارشناسان حقوقی ارتش است، همان افرادی که نقش حفاظ حقوقی را دارند و دستور یک بازنگری بیرحمانه را صادر کرده است. و مطمئن شود هیچ کس دیگری که ممکن است از او سوال کند باقی نماند. این خیانت به اعضای نیروهای ما و خیانت به مردم آمریکاست. اینکه هنوز هیچ پاسخی نداریم و هیچ کس پاسخگو نیست. خب پاسخگویی در اینجا چه شکلی خواهد داشت؟ برای شروع پیت هگسس باید فوراً اخراج شود. سابقه طولانی هرج و مرج و بی‌کفایتی هگسس جان نیروهای ما و مردم آمریکا را به خطر انداخته است. و ما حتی هنوز به سطح ماجرای سیگنال گیت یا نقش هگساس در حملات قایقی که ممکن است جنایت جنگی باشد. پیت هگسس باید برود و همین حالا هم باید برود.
حالا داستان اصلی اینجا کاملا سرراست است. خانواده‌های کارگر برای پرداخت نیازهای اولیه مثل مواد غذایی، مسکن، مراقبت‌های بهداشتی، برق در حال تقلا هستند و حالا قیمت‌ها به خاطر جنگ جدید دونالد ترامپ حتی بیشتر هم بالا رفتن. در ایران اقدامات خطرناک دونالد ترامپ در خارج از کشور باعث شده که زندگی روزمره هم گرانتر شود و مردم عادی آمریکا تاوانش رو می‌دهند. این سلاسه از آمریکای ترامپ است. و به جای اینکه سیاستاشون رو تغییر دهن و واقعا سعی کنن به مردم آمریکا کمک کنن، نه فقط به خودشون و دوستان ثروتمندشون، ترامپ و جمهوری خواهان تلاش میکنن تا جلوی رأی دادن هرچه بیشتر آمریکایی‌ها رو بگیرن. و جایی که ممکن است این لایحه واقعا درباره همین موضوع است و هر سناتوری که به دموکراسی ما اهمیت میده باید به آن رأی منفی بدهد.